یک کمپین میتونه شما رو به قله برسونه یا برای همیشه به خاک بزنه. کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا با یکی از بدترین کمپین های تاریخ نشون داد چطور میتونید یک فاجعه کامل رو رقم بزنید. کمپینی پر از شعارهای گنگ و بی‌معنا که نه پیام داشت و نه هیجان. کمپین به جای ایجاد اتحاد به دستمایه‌ای برای تمسخر تبدیل شد. در رسانه‌های اجتماعی واکنش‌ها طوفانی بود. این دیگه چی بود؟ خودش هم نمیفهمه چی میخواد بگه. از طرفی دونالد ترامپ، مردی که هر جا باشه جنجال و توجه همراه اوست، با کمپین‌هایی مثل Make America Great Again زمین بازی سیاست رو تغییر داد. ترامپ استاد جلب توجه، او پیام‌های واضح، قدرتمند و مستقیم داد. کمپین‌های او مثل یک موج طرفدار رو با خودش می‌برد و حتی مخالفان رو وادار به فکر می‌کرد. در حالی که ترامپ با هوشمندی تمام رئیس جمهور آمریکا شد، هریس با این کمپین نشان داد چقدر از واقعیت و مردم فاصله داره. این تفاوت فاحش و غیر قابل پوشش یکی رو قله نشین کرد و دیگری رو در سراشیبی سقوط قرار داد. اگر در برگزاری کمپین توجه کافی نداشته باشید، به معنای واقعی کلمه سقوط خواهید کرد. نظر شما در این مورد چیه؟